در ادامه پیروز ویدیو قبلی، صحبت‌های قبلی میخواستم ادامه بدم که الانم که میگن میخوام بدونم چجوری شد. مگه شما 2 سال به ما تو بو کرونا نمیکردین؟ این 60 متر پایین زمینه، مخفیگاهشه، موشلیه، چی شد تو بیت زدینش؟ این از کجا اومد؟ چجور او 40 تایی که اونجا بودن، 40 تا سران بودن، میان تو بیت تو جنگ میذارن، بعد شما تو بیت زدینشون؟ خب مردم ایران اینو باور نمیکنن. متوجه میشین؟ الان اینا این حرفا رو میزنن ولی شما یه 10 سال بعد تازه میفهمن، بعد زیاد 100 سال دیگه میفهمن. یه حرفی مثلا یکی توی دوران میزنه 100 سال دیگه میفهمن. ولی خب من باور نمی کنم 40 تا رو کشته باشن تو بیت رولی. 40 تا گوسفند انداختن اونجا، 30 کیلو هم بمب انداختن، هیچ چیش هم باقی نمیمونه. 30 کیلو بندازی خود یه مش خونی پاشیده که ما اینا زدیم. حالا 40 تا کجا؟ تو بهترین جای دنیا، شمخانی. نفت ایران دست شمخانی بود. شمخانی مگه کم آدمی بود اینجوری بکشیمش؟ نه، من باورم نمیشه. هر کیو میگن کشتیم باورم نمیشه. اینا همشون تئوری خودشون اینا رو آوردن، خودشون هم دارن یکی یکی میبرن. نگاه کنید خامنه‌ای چی میگه؟ همه رو کشتن، مجتبی نکشتن. حالا مجتبی رو گذاشتن دوم. این سلسله دومینو نشه، مراقب باشید. این نکشوندنش تا 12 تا، بعد 12 تا بکشن بگن 13 نایب شد رفت. این از یه لحاظ البته خوبه اگر ملت ایران ملت باهوشی باشه. بعد از این اتفاق اگر شاهزاده برگرده و ایران دموکراتیک برقرار بشه، ایران میشه قدرت اول شیعه منطقه. خوبه برای ایران، با زیر پرچم شاه، زیر پرچم شاهنشاهی. اگر مردم ایران باهوش باشن، اینو بفهمن، خوبه برای ایران. اما اگه نابود باشن، بخوان مثل عراق و افغانستان و کشورهای منطقه باشن که بگن این علی زمانه بود و حالا نمیدونم چی شد، گروه های تروریستی تو ایران و نمیدونم فاجعه. اینم که آمریکا الان، آمریکا نگاه کن، سپاه هیچ نیست. این داره میزنه آمریکا رو، اینا دارن دبی رو خراب میکنن، عربستان رو ضعیف میکنن. چرا؟ چون میخوان بیان ایران سرمایه گذار کنن. مکران چرا میخوان مکران بشه؟ خب اینا باید دبی رو خراب بکنن که مکران بشه. اینا باید بیان زودتر بسازن، پس اول باید اینو خراب کنن. همش با آمریکا